چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به چنل خودتون. آقا امشب اومدیم با افشین فدا و سینا، دوتا از خوبای اکسپلور. این دوتا انقدر فکتا و تصویرسازیشون خوبه که من آجی جر میخورم از دست این دوتا. قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم یادتون نره ساب کنید، کامنت بذارید، لایک کنید، حمایت کنید دیگه، خیلی مخلصم. بریم سریع بیایم. خب آقا بریم ببینیم چجوری هست. امیدوارم خوشتون بیاد. خب شریفی پسر سوره توحید واسه دبیر بخون. چی زده وقتی می‌خواستیم تو مدرسه قرآن رو با صوت بخونیم. فقط همون تیکه اولو بلد بودیم با صوت بخونیم. باریکلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باریکلا. بسم الله الرحمن الرحیم. درست، مرسی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. داداش ریدی که اولش وقت خوب رفت. گم شد. برو گم شو. بشه شریفی کتاب میده تو سرسرت خود میگم. برو گم شو. چی زده؟ مکانیکا اینو خوب درک میکنن. مشتری تخس کلید. دهنت سریش. دوستان مطمئنی به خاطر اینه؟ نه من مطمئن نیستم. شما مطمئنی؟ شما میدونست. کن بفرما. چیزی نگفتم دوستان ناراحت میشی. حتما یه چیزی هست. من دارم اینجا درست میکنم ما. بابا شاید جاد بودم اون پیچکوشی و وایسا. چی زده خواننده جوونی 20 سالمو گرفتی. فاز من 15 ساله بدون هیچ دلیلی با این آهنگ. کیا اینجوری بودن؟ کیا باشه؟ شاخا و پرنسزای مجازی از فردا صبح. آیین واسه مهره. اول مهر. پیشمان بیا گایی انگار با فیلتر شده دستکاری همه چیت عالیه ولی نچرالی این بیبی که فیزی فی بشه حق بشه توی گوشی که سیو بشه فکرشه هر کی هلو. وقتی دبیر زبان میگه تو کلاس من فقط انگلیسی حرف بزنید. Welcome to your school. I am teacher English. What's your name? انگلیسی هم معلومه که برای دیگه حرف تایید میکنی ها. باریکلا. What's your name? چیه؟ چی نه؟ اصلا تو کلاس من یک کلمه فارسی حرف بزنید. اینجا کلاس زبان انگلیسی فقط انگلیسی حرف بزنین. چی نه؟ باید بگی what? What؟ به صورت سوالی اوکی؟ What's your name? What؟ خیلی همون کلمه رو گفت. خیلی میگم اسم چیه؟ What's your name؟ اسم نحس تو بگو. افشین شریفی. اوکی. پس چی؟ What's your name؟ افشین شریفی. No. باید بگی I am افشین شریفی. اوکی؟ I am افشین شریفی. Oh yeah. I am افشین شریفی. اوکی؟ Yes. باریکلا. پس دوباره What's your name؟ I am افشین شریفی. متوجه شدی پس؟ How are you teacher? Me? I am thank you. Question 2. Oh my god. دبیر یه سوال داریم. دبیر چیه؟ بازی فارسی سوال آقا تو کلاس ما فقط انگلیسی. من میگم teacher one question. دبیر ما از انگلیسی یاد نگرفتیم. چجوری صحبت کنیم؟ اومدیم اینجا انگلیسی یاد بگیریم. Be quiet. Silent. No volume. دبیر وقتی انگلیسی بلد نیستی چجوری بازی اومدیم انگلیسی یاد بگیریم. No فارسی. راز میگه جر دادی خودتو. اول یاد بده بعد بپرس.
کیچن نو نمیتونم من. آقای فروشنده یه مایی پوشک بچه‌های الان، پوشک زمان ما. بچه‌های الان هیچ درکی این لامصب ندارن. بیبی کیفیت خوب میخواستم که به نقاط حساسش فشار نیاره و زخم نکنه. آخه شنتیو جونی خود حساسه. آره قیمتش هم اصلا مهم نیست. نه فقط کیفیتش خوب باشه. شنتیو مامان مای بیبی دوست داری مامان؟ ایزی لایف میخوام. چی مامان؟ ایزی لایف. ایزی لایف. ایزی لایف عادت داره. خدا موشم زخم نمیکنم. موش داره انقدر. خدا من هم ایزی لایف. موشم زخم نمیشه. نه من نمیدونم مامونی زخم بشه. بیه نکن پا بده بالا. پا بده بالا. بیه نکن. چیه خدا موسم زخم دیگه موسم زخم شد. دهنت سرویس. خودو دوست میکنی؟ چیزی نفت شد؟ خوشو دوست میکنه؟ دوست نکن خودتا. بینم بچه خانم های میبره دیگه. حاجی اینا رو میبستن ردش میمونده. تجربه داره میگه اینو. مگه خانم های دیگه بچه نگه این کنه؟ پسر قشنگه پسر مامانی فدای تو بشه. حالا میخواد اک کنه هرچی دیسته. ببینم موسم پا بالا داداش چی کار میکنی؟ حالا بشه. حاجی شما چجوری پاره نمیشید این ویدیو رو میگیرید؟ خدا وکیلی چجوری پاره نمیشید؟ اکنه من میشونم. خیلی قشنگ شد. راستش بچه ها زن و شوهرهای بلگر ایرانی شوهر جوری ذوق میکنه انگار نمیدونه. خب کار خودت بوده دیگه. میخواستم یه خبر خیلی خوب بهتون بدم. من باردارم. خدا شکر. خیلی خوشحالم خجر. مرسی با من تو زندگی. ممنونم ازت. مرسی که کنارمی. مرسی که شنتیو رو آوردی بزنی. شنتیو مامان. نکن شنتیو رو اذیت نکن. چی سنگی زنی چرا؟ چیتونه دیگه. شنتیو مامان بیا زودتر بیا. داشت اون ضربه رو یه جا دیگه میزدن رو شکم مشتی زده مکالمه جیرجیرک و لاکپشت. سلام جیرجیرک. سلام لاک پشت. چطوری خوبی؟ نه بابا چه خوبی. خوش به حالت. آزادی و میتونی همه جا بری هر طرفی که دوست داری. از وقتی به دنیا اومدم و چشم باز کردم روی این اغوزدار لعنتی فقط دارم جیر میکنم. دهن منو میگه رو اغوزدار لعنتی دارم جیر میکنم. اغوزدار منظورش درخت گردوه بچه. باز نکن بذار من آروم باشم. شد ناشکر نباش پسر. از خونه تا سر کار من فقط 2 متر فاصله است. 6 ساعت طول میکشه تو برم. 6 ساعت رفت 6 ساعت برگشت میشه 12 ساعت. 10 ساعت هم سر کارم 2 ساعت فقط خونه میخوابم. تعطیلی نداری مگه تعطیل نیستی؟ تعطیلی آخه. یه تعطیلی ندارید مگه تعطیل نیستی؟ تو میخوام زن بچه‌مو ببرم بیرون درست طول میکشه. تعطیلیمون تموم میشه. اضافه کنم بدون نمیدم. اضافه کن. وقت دیر میرسم سر کار. بهشون که جای کافر نه. خدا بهشون گیلی کافره. آقا من شمالی مازنی نیستم ولی میفهمم چی میگه. بیمه هستی؟ خدا بیمه هم نیستی؟ فقط کافی بود یک کم سرعت منو ببرم بالا. آقای یه کافی بود بس سرعتمو ببرم بالا. آقا تمومه. خیلی مخلصم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی فعلا مخلصیم.